دهن سرویس ایرانیه امید. اومدی مخ بزنی؟ دهنت بچه‌ها خوش اومدین به یک ویدیوی دیگه با من هلیام. اگه واسه اولین باره که چنل من و ویدیوهای منو میبینی حتما اگه دوست داشتی سابسکرایب کن و ویدیوها رو لایک کن. خب آقا امروز من با یک ظاهر بسیار متفاوت همونطور که مشاهده میکنین اومدم مینی چت و اومدم که برم مینی چت فارسی و میخوام که ایرانیا رو به سرکارشون بذارم، حالا اسکا کنم به قول معروف، و بهشون بگم که خارجی هم باشون انگلیسی حرف بزنم. بعد مثلا یهو بگم که آقا من ایرانی ام داداش، ببینم که ریاکشناشون چجوریه، آیا اصلا میشه نمیشه، چون ایرانیام خب به هر حال انگلیسیشون اونقدر قوی نیست و ببینیم که چی میشه دیگه. امیدوارم که خیلی ویدیو خفنی در بیاد و این ویدیو رو دوست داشته باشین. حتما یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید بچه‌ها، خیلی مهمه لایک ویدیو. برام کامنت بذارین، تک تک کامنتاتون رو میخونم. بریم واسه 10,000 تایی شدن. اصلا ببین من واقعا منتظر اینم که 10,000 تایی شیم دیگه. خب بیشتر از این معطلتون نمی کنم. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین و بتونه که یه تایم خوبی رو براتون بسازه با دیدن این ویدیو، یه ذره سرگرم بشین. واسه همین دیگه بزن بریم سراغ ویدیو. Let's go. Hello. سلام. Hi. Hi. How are you? Hi, how are you? Beautiful. Thank you. See. Where are you from? Thank you. You. Where are you from? Iran. Iraq. Iran. Iran. Oh, Iran. Oh, Iran. Yes. Your internet is not good. Your internet is not You good. Italia. خاک تو سرم. بعد ببین من فکر می‌کردم ایرانی‌ها خیلی خوبن. داشت چی کار میکرد خدای. تربیت بی ادب. Hello. 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 How are you? Hello. How are you? How are you? I'm fine. How are I'm you? fine. How are you? من از ایران هستم. Sorry. Sorry? من ایرانی هستم. Okay. بابا درگست دارم باید انگلیسی رو میذارم. Hello. Hello, How are you? I am Ahmed. You what? Ahmed. خودشم احمدم احمد. Ahmed. Bale, yes. Is it your name? Iran. What? What's your name? Ahmed. Well, I am Ahmed. Okay. Do you speak English? No. Farsi, no Farsi. Farsi. Okay. Can you teach me Are you- your language? Insta. اینستا. وای بچه ها مثلا میکنم بریتیش کنم، بعد وایل وسطش لهجه آمریکا هم میزنه تو. میخوام بریتیش کنم که اصلا شک نکنن که مثلا ایرانی ام. خب به هر حال بریتیش خیلی سخته که مثلا بفهمی طرف ایرانیه. Hello. How are you? Thank you. Do you speak English? I don't speak English. Why? What language do you speak? Persian. Oh, you're from Iran. Yes. Nice. What's your name? Siyavush. Again? Siyawish. Okay. Yeah. I'm Jessica. Oh my god! Jessica. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Why are you laughing? What?
Why are you laughing? والا چی و چی و نتونستی که صحبت کنه. با میخوام یه ذره حرف بزنم بعد بهشون بگم که ایرانیم. ای وای. Hello. How are you? I'm fine, thank you. And you? Where are you I'm from? fine, thank you. Where are you from? Do you speak English? Yes. Okay, Please nice. show me Where are you your from? boobs. Please show me your boobs. No. You show me your boobs. You show me your boobs. Please, baby. Please, baby. You show me your boobs. You show me first. میگه show me No, 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 your boobs. No. No. your boobs. من ندارم. Please show me your What? boobs. I like your یکیشون خیلی بی‌ادبین. خیلی بی‌ادبین. کردن. وای وای پشیمام. دختر خارجی میبینن ایرانی‌ها دیوونه میشن. Hello. سلام. Do you speak English? No. Okay. Why? Okay, bye. Where are you from? From Iran. Where are you from? I'm from UK. UK. But you do speak English. Yeah. You lied at I don't first. mind. No, I don't mind. Are you a YouTuber? No. Yes, you are. No. Yeah? How old are you? 25. What about you? How do I look? 28? Yeah, 29. 29? Okay. What's your name? You don't know your name! Stop it! Okay. My name is Amir. Okay, Amir. Amir. R. Amir. Amir. A-M-I-R. A-M-I-R. Okay, I got it. What about Are you like a influencer? Yeah, no, I'm doing photography or some Oh, graphic photographer. design. Yeah. Nice. Yeah. What about you? راسته میگن امیر لاشیان؟ نه. تو که میگی اول بلد نیستم و میزنید اون در حالی خوب حرف میزنی. آفرین. حال نداشتم الانم زوری هم زدم. ایول چه خبر؟ هیچی. چی؟ هیچی حالا. خیلی صدات بد میاد. بس صداتو زیاد کنم. عکاسی؟ هی یه چیزایی اسمت چیه میگم حالا؟ من هلیا. اسم تو چیه؟ امیر. اسم تو چرا فکر کردی نمیخواستی اسم واقعی تو بگی اولش؟ شاید. عجبا چرا؟ اینجوری واسه چی باید راستشو بگم؟ چه دلیلی داره اینجا بخوای راستشو بگی؟ الان شک کردم بهت. نه اینا کارهای امنیتیه باید تو هم رعایت کنی. هر کسی حالا البته بستگی داره کنه دیگه. خب من ایران نیستم فرقی نداره برام. حالا کلا هر جای دنیا. خب بچه کجایی؟ اینو بس چی سوال دیگه نپرسم دیگه. تو که نمیخوای راستشو بگی. نه اوکیه. چشم ترسید. چه خبر؟ اینجا چی کار میکنی؟ خوش میگذره؟ ایران خوبه؟ من که چیزی نمیفهمم فقط اون روزا میگذره هیچی نمیفهمم. ای بابا. یعنی یهو میبینم الان واقعا نمیفهمم ماها چجوری میگذره. به خدا اینجا هم همینه. منم نمیفهمم چجوری میگذره. چی؟ کار خاصی انجام میدی؟ من نه دانشجو هم. چی میخونی؟
علوم ورزشی. لنز داری؟ نه چرا آره. لنز میذاری؟ بابا لنز گذاشتم میخواستم ایرانی ها رو یکم اسکول کنم. موهات هم موهای خودته. میگن امیرای زرنگی خوشم اومد. چه خبر؟ همه چی خوبه؟ خوب که نیست. همون قدر که برای تو خوبه فکر کنم برای من کمتر. نه بر خدای خوبه اینجا. همه چی خوبه. که کلا زندگی تایم دانشجو باشی اگه مین دانشجویی باشه قطعا شرایط خوبیه. منم دانشجو بودم. آره ولی من دانشجو ارشدم دیگه. ترم آخر ارشدم. دیگه دانشجو حساب نمیشه ارشد واقعا. اینجا چی کار می‌کنی؟ چی کار می‌کنی؟ داشتم انقدر میگم یه دستم رو موسه داشتم آهنگ گوش میدادم. مثلا شاید 100 تا 200 تا اسکیپ میزنم یه دونه وای میشه. اونم من هیچی نمیگم معمولا رد میکنم. من همینجوری آهنگ گوش میدم رد میکنم. چقدر عالی. خیلی عالیه. خودت چیکار میکنی اینجا؟ گیریم هم کردی یه چیز جدید با خودت آوردی. اصلا سوال دختر میبینی تو مینی چت؟ چون من نمیبینم. حالا نه واسه من دختر نمیافته. جدی؟ خب پس واسه من دختر نمیافته. خیلی خوشحال شدم. خدافظ. چه بامزه بود. Hello. چطوری؟ Do you speak English? Where are you from? Hello. I'm from UK. Okay. Hello. I'm from Iran. Iran? Yeah. Persian? Yeah. Nice. I know it. How are you too? I speak English 50-50. It's okay. Don't worry. How old are you? 24. 24? Yeah. How old do you think I am? Guess. Okay. Type your ID in Instagram or WhatsApp number. Okay? Why? And you friend. Oh, do you want to be my friend? Yeah. Okay. Type your ID in Instagram. You type your Instagram. Yeah. Your ID. You type it. No, you write it. You type. No. اومدی مخ بزنی؟ دهنت سرویس. اینو ببین من بهت گفتم تو ایرانی هستی به خدا. Oh shit. Here we go again. چطوری؟ چرا خوب انگلیسی صحبت میکنی؟ قربونت برم. سربازا یه دونه مسخره خودش. سربازی شما؟ آره. مگه گوشی میشه برد تو سربازی؟ بابا نتتون بده دوستان. جان؟ نتت خیلی بده. خب وایسا یه لحظه گوشیم زنگ خورد. خب الان اوکی. مگه گوشی میتونین ببرین تو خوابگاهین؟ کجایین؟ پادگاه. آره ما گوشیمون آزاده. پادگاه ببخشید یادم نبود کلمش. گوشیمون آزاده ما. خب چقدر عالی. من ایتالیام. آقا؟ آره. خواه قضات من کردستانم. خوشی گذره؟ همونجا سربازی یا بچه یه جا دیگه ای خودت؟ اصالتا کردستانم. خب همونجا هم سرباز شدی؟ نه دیگه کرمانشاه سربازم. بفهمید. نوشه جان نون پنیر میخوری؟ چی میخوری؟ ببین آیدی واسه چی میخوای؟ آیدی بده. این چیه؟ کشک بادمجونه؟ نه تون ماهی سیزنگی سرخ شده. خب نوشه جان دوست دارم انگلیسی بودن صحبت کنم. انگلیسیم قوی تر بشه. چه خوبه بر. آره بعد بخاطر همون میخواستم بگیرم. حالا صحبت میکرد یا نه؟ باز بعد صحبت نمیگم. ببین بد نبود. خب به خاطر که من خیلی همینجوری داشتم با ایرانی حرف میزدم هیچکی انگلیسی بلد نیست. من اصلا باورم نمیشه. یعنی اصلا همینجوری مونده بودم مگه میشه؟ همه همینجوری بودن هلو میگفتی اینجوری بودن که من انگلیسی بلد نیستیم. ولی خوشم اومد سعی کردی واقعا. مثلا تو میدونستم چی میگی ولی خب
نمیدونستم مثلا نمیتونستی جواب بدی؟ چطوری بذارم. من میدونستم کلمه ها رو حتی حاضر تو ذهنم. مثلا من ازش پرسیدم من آیدیو البته ازت میخوام، تو پرسیدی چرا واسه چی میخوای؟ آره من دوست میدونم من میخوام با تو دوست بشم ولی نمیدونم این بینش چی بذارم. and you first. بعد بگی I want to be your friend. خدایی تو آیدی تو بذار. ایرانی هم هستی خیلی بهتر میتونی کمکم کنی. نه جدی تو آیدی تو بذار، من قول میدم فالو کنم. خب چطور که میخوای قول بدی منو فالو کنی؟ خب خودت آیدی تو بذار. خب تو آیدی تو بذار. تو اول شماره رو بده. نه شماره که نده ولی آیدی تو بذار. نوشه جان من اصلا تونمایی دوست ندارم. من مجبورم تو فالو کنم بخورم به خدا. چرا؟ نمیشه مگه یه چیز دیگه درست کنی؟ با چند دقیقه میشه؟ نمره ببینیم. آها وای آره راست میگه، حواسم نبود واقعا. ببین خیلی حال کردم. دختر خیلی خیلی محترمی هستی. شماره هم میذارم. قربونت عزیزم. بعد من مدلم کار میکنم ها. همین ما با سرباز. من شخصیت خبر. بازیکن تیم ملی بودم من. تیم ملی چی؟ فوتبال. خب جوانان یا نوجوانان؟ نونهالان بودم دیگه. پس چرا رفتی سربازی پس؟ من قرار بود برم واسه تیم نیروی زمینی تهران بازی کنم. نیروی زمینی. بعد ارتش. خب دیگه رفتم اونجا کارامو انجام دادم و رزومه گرفتم و رزومه دادم و همه چی انجام دادم. دیگه اومدم همدان پیگیری کار باشگاه بدنسازی و کار وزنه زدن بودم، کار چابکی. آخر شب ساعت 8:30 بود. من داشتم تو همدان، الان ساکن همدانیم ما، بگم واسه داشتم با ماشین میرفتم، هوا بارونی دیگه، نزدیک 120 هم سرعت داشتم. ماشینم دیگه سر خورد، مستقیم همون رو رفتم تو درخت. الان این کتم ربات نداره. اوه فکر نمی‌کردم دستم به اینجا کشیده شه. آره دیگه تصادف کردم و مستقیم. حالا فالوم کردی عکس ماشینمو واسات میفرستم. آره دیگه خلاصه رفتم تو درخت و دیگه بفرمایید. نوشه جان نمیخوام. رفتم تو درخت و دیگه تموم دیگه کلا کتفو بعد یه روز دیگه فهمیدم با من محمد تازه بهش اومدم دیگه، نه کتف مونده برام نه چیزی. چقدر بد، واقعا بد. حالا ایتالیا چرا زندگی میکنی؟ دیگه مهاجرت کردم بعدش ببینیم کجا این کره خاکی قراره بریم. واقعا خوشحاله، به خدا خوش. واقعا جاتون خالی. کاش میشد که ایرانی‌ها واقعا مهاجرت کنن از این وضعیت خلاص شن. منبع درآمدت اونجا چیه؟ Hello. Italia? How are you? Thanks. How are you How too? old are you? 18. I'm fine, thank you. You are very 18. beautiful. Yes. I'm You a said student. older. Thanks. Yes, in Iran we are all the same. You're all the same? Yeah. Why? Because life Because is of hard. the beard? Oh, life is hard. Okay. Alright. So Good what are luck. you doing here? What? What are you doing here? What are you doing here? I can't speak English well. What I have to tell you? Okay, tell me. Fun. Alright, fun. For fun? Yeah, for fun. Okay. How old are you too? Guess. How old are you? Guess my age. 19. No, older. Older. 22. 25. Nah, Baba, what? Really? Yeah, you're my son. I'm your son? Yeah, you were 18? Yeah, you're basically my son. No, I don't have any problem with that. Trust me, I like it. But your English is good. I'm happy. No. Yeah. 50-50. 50-50? 50-50. Okay, what language do you speak? Iran, Persian. Farsi. Okay, can you teach me Farsi?
Hello in Farsi. Salam. What? Say again. Hello. Hello in Farsi is salam. Salam. Salam is hello in English. Salam. Okay. Salam. Okay. Khubi What is is how are you? how are you is me خوبی چطوری خوبی چطوری خوبی چطوری or خوبی خوبی. There is no difference between. Okay. Yeah. Okay. Nice. مخلص. Okay. Okay. کجا میری؟ دهن سرویس ایرانیه امید. به خدا ایرانیه. امید نرو. به مالت برم خوردم یا ایرانیه. آقا چه لحظه این داری؟ آقا دمت گرم چه انگلیسی ایول. واقعا خوشحال شدم انگلیسی حرف میزنی. بلد نیستم بابا من اینو فیلم‌های نه. ببین همینش هم خیلی خوب بود به خدا من اینجا با هر کی انگلیسی حرف میزنم هلو. من میفهمم اما نمیتونم حرف بزنم. خیلی خوب بود آفرین. واقعا 18 سالته؟ مدل 18 سالم اما هنرستانم 2 سال آخرم. تهرانی؟ کجایی؟ تهران. چه خبر؟ هوا چطوره؟ الان احساس زنده بودم میکنم داریم با فارسی حرف میزنیم. کجا ایتالیا؟ من آره ایتالیا. ایتالیا. بچگی اونجا بودی؟ نه مهاجرت کردم. 25 سالته یا اونم ولی نه 25 سالم واقعا. جدی؟ بابا همه همینو میگن. خیلی خوشحال میشم میگید. پیر شدم. یه ماه دیگه دقیقا من 26 ام. برای تو ایران الان دختره 17 ساله شد میکنن. به میخواد اینکه عمل میکنن دیگه. خب من کلا نچرالم. الان دوست دختر خودم رفته عمل کرده. اینو گفتم نکن ولی رفته. ای وای درد و نفرین. آقا خیلی خوشحال شدم. من نه فعلا دیگه. نه یا منم بودم نمیمونم. خدا هم دیگه نمیمونم. آقا خوشحال شدم. خیلی خوشحال شدم. قربونت فعلا. خدا. آقا چه بامزه بودی.